این کارخانه تولیدی که در ولایت غزنی فعالیت می کند با تولید 12 نوع مشروبات غیر الکلی توانسته است بخشی از نیاز بازارهای داخلی را تأمین کند. مسئول این کارخانه می گوید که روزانه به تعداد 500 بسته از محصولات این شرکت تولید می شود و علاوه بر غزنی به کابل و شماری از ولایت‌های دیگر نیز فرستاده می شود. وی می افزاید که تلاش دارند با افزایش کیفیت و توسعه تولیدات با بازارهای خارجی نیز رقابت کنند. ما تقریبا 12 نوع محصول تولید داریم و از لحاظ کیفیت ما میتونیم با مالهایی که خارج از کشور وارد افغانستان میشه با اونا رقابت کنیم، از لحاظ کیفیت، از لحاظ کمیت، از هر لحاظی. و ما تقریبا در دو بخش تولید داریم. یک بخش جوس است که بدون گاز است و یک بخش گازدار است که گازدار است، نوشیدنی‌های گازدار. با باور این سرمایه گذار، ایجاد پارک صنعتی افزون بر افزایش تولیدات داخلی می تواند زمینه جذب سرمایه گذاری های بیشتر و ایجاد فرصت های شغلی جدید را در این ولایت فراهم سازد. نبود پارک های صنعتی در ولایت غزنی باعث مشکلات های کلان شده، از جمله زمین کاری بسیار مشکلات جور کرده. اگر پارک های صنعتی ایجاد شود سرمایه گذار دل میگیره، سرمایه گذاری کلان را انجام میده، به خاطر در زمین های کرایی کسی نمیتونه سرمایه گذاری انجام بده و همچنان زمینه کار فراهم میشه برای هموطنان ما. در همین حال کارگران این کارخانه از فراهم شدن فرصت های شغلی ابراز خرسندی کرده و از دیگر سرمایه‌داران نیز میخواهند که در افغانستان سرمایه گذاری کنند و در خودکفایی کشور سهیم شوند. در مملکت خود ما که در کار و روزگار خود آدم باشه بسیار خوب است. یعنی تا شرکت ها که باشه که ما کار بکنیم خیلی زیاد خوشحال هستیم که ما از داخل کار کنیم، طرف خارج رفتن نتونیم. اینو ما بسیار خوشحال هستیم که در یک شرکت مملکت خود ما کار میکنیم. په دې سخت شرایطو کې چې په الحال افغانستان روان ده، نو الحمدلله ډیر خوشاله او دغه غوښتنه لرو له تجارانو نه چې دغه شرکتونو نور هم زیات شي، چې ځوانانو ته د کار زمینه مساعده شي او ځوانان کار باندې شي. از سوی هم مولوی حضرت موسی ابو منصور رئیس ریاست صنعت و تجارت غزنی میگوید که تا چند روز آینده یک پارک صنعتی به مساحت 1133 جریب زمین برای شرکت‌های تولیدی در این ولایت افتتاح خواهند شد. نو اوس حالن چې موږ په جریان کې یو، موږ تقریبا چې دا کار مشروع کړی ده هغه د اسپندي د پارک کار ده چې دا به انشاءالله په لنډ وخت کې یعنی تقریبا د شپو یا د یوې میاشتې په وخت کې به انشاءالله دغه پارک تاسو موږ تاسو شاهدان شي افتتاح بشي او خلکو ته به توزیع شروع شي. با حاکمیت امارات اسلامی در کشور توجه به تولیدات داخلی و حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی در افغانستان افزایش یافته است. غزنی به عنوان یکی از ولایت‌های دارای ظرفیت در بخش صنعت و تولید شاهد ایجاد و گسترش شماره از کارخانه‌های تولیدی بوده است، اما کمبود زیرساخت‌های لازم به ویژه نبود شهرک صنعتی همچنان یکی از چالش‌های اساسی فراراه سرمایه‌گذاران در این ولایت به شمار می‌رود.